چطوری؟ امروز اومدیم بریم با سامباد با همین اسکیم بوبولی که همین مثل چی بود اسمش؟ همین که کارت میده انگار. بچه امروز اومدیم بگم آسانسور آبی میخوام درست کنیم و یه چیزی بگم بچه خوش هاشید. بچه اگه میخواد ما حداقل یه دونه سیری بگیریم لطفا این یعنی فالوورها به 50 تا برسونید و میخوام آموزش بعدی باشه که میخوام بهتون بگم چطوری یه استخر خفن درست کنید. یه دونه استخر چیز اسمش چی بود؟ مثل جکوزیه، خیلی خفنه. و بچه اگه میخواد الان بریم آسانسور رو درست کنیم بدون معطلی. رفس گو بچه سلام الان درست سلام کنیم به این مسئله که الان دارم از بهشون تیک میزنم اینا رو یه لحظه همینا که الان دارید تو چیزم میبینید تو وسیله‌های خودم میبینید همینا. خب بچه ها بریم کلاس ها. اول شما برای خودتون یه دونه از اینا درست کنید که من الان واسه تون درست کنم. براستی بچه ها باید 2 تا بلاک باشه، یعنی فقط 2 تا. و بریم کلاس ها باشید یه لحظه. خب بچه ها شما برای خودتون الان یه دونه ساختمون میسازید کلا واسه خودتون و یه ذرم از اینا. و حالا اگه خواهد خوشگل شه یه دونه از اینا بذارید، یه دونه از اینا، یه دونه هم از اینا. اینم از این. حالا شما باید اینو اینجوری کنید، یعنی اینو اینجوری کنید. حالا اینو اینجوری کنید و اینو ببرید بالا و حالا برای خودتون سوراخ درست میکنید مثل دقیقا همین سوراخی که الان من کندم. برای پایین این بذارید. حالا یه دکوری هم میکنید. ای بابا من همیشه میخوام ویدیو مایکرافتی بگیرم اینا چه نفرد بچه این از باشید. خب بچه ها بفرما این هم از این. شما باید برید حالا اینجا این کار کنید. این هم از این بچه ها. حالا باید حالا اینجا یه دونه از این بذار. آها دوباره بذار. حالا یه دونه از اینا بذار که نه آب نخوره. از پایین برو. حالا شما باید یه دونه چیز داشته باشه. یه دونه خدا بس دیگه اینجوری اینجوری برید. یه لحظه بعد ذره نمیرسید به چیزها دیگه به خوده همیشه یه تا اینجا بیادش. حالا اگه میخوایدم بیاد پایین بعد این در مثل همین همینجوری میگه و لطفا چرا اینجوری میکنی بچه ها؟ اینا باید میشه فقط نگاه کن چه کننده بالا و اصلا از اینجا هیچ وقت آب نمیاد تا دم در. فقط اینجوری میرید بالا. بچه ها فکر کنم از این ویدیو خوشت اومد. اگه دیدم شلخت ذره امروز کلا رفته بودیم
مدرسه دیگه هفته صبح بریم مدرسه بسید درس بگیریم. بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً 50 تا فالوور بشید. من یه سیرم بگیرم، استریم کال آف دیوتی موبایل. حتما این ویدیو لایک کن و ویدیو بعدی چپتره یکی سعی کن نخندی، یعنی چپتر دوش از همین هم خنده دارتره، خیلی خنده دارتره. لطفاً لایک و سابسکرایبتون نره تا ویدیو بعدی. خدافظ. Who is Ronaldinho?